جهان قبل از فلسفه یعنی جهان اسطوره ها، قصه و داستان. هر اتفاقی که میافتاد یه قصه براش میگفتن. مثلا اگه کسی پسرش توی دریا غرق میشد، میگفتن که خدای دریاها پسرتو برای قربونی کردن برده. یا رعد و برق زده میشد، میگفتن خدای آسمون ها عصبانی شده. این جهان رو به اصطلاحاً بهش میگن جهان موتوس. فلسفه اومد پرسید چرا خدای دریاها قربونی میخواد؟ چرا دریا خدا داره؟ چرا پسر غرق شد؟ این جهان چرایی رو بهش میگن جهان لوگوس. این جهان به دنبال دلیل و منطق بود. فلسفه عبور جهان از موتوس به لوگوس بود. لوگوس معنی‌های مختلفی داره: نظم، قانون، منطق، کلمه. 3 مثال میخوام بگم که معنی لوگوس رو متوجه بشید. فرض کنید توی خیابون شلوغ و پرترافیک ماشین ها بدون هیچ مشکلی حرکت میکنن و به راهشون ادامه میدن. انگار یه نظم پنهانی توی این خیابون وجود داره که باعث میشه که ماشین ها تصادف نکنن. این نظم پنهان بهش میگن لوگوس. یا مثلا گوشیتون رو باز میکنید و با یک برنامه کار میکنید. 1000 کد و منطق پشت این برنامه وجود داره که شما بتونید به راحتی کارتون رو انجام بدید. این منطق پنهان توی گوشی شما رو بهش میگن لوگوس. بین 2 نفر دعوا شده و آشوب زیادی وجود داره و شما میخواید با گفتگو اون رو حل کنید. این کلام و این حرف بهش میگن لوگوس. لوگوس منطق و نظم پنهان در جهان.